میز مدور، بازتاب دهنده موضوعات مهم سیاسی و اجتماعی با حضور کارشناسان امور. بحث روی مشکلات زنان، اطفال و ناهنجاری‌های جامعه. میز مدور را از رادیو باران شنونده باشید. سلام به شما شنوندگان گرامی، به برنامه میز مدور این هفته ما خوش آمدین. دوستان عزیز، امروز می‌خواهیم روی موضوع تفکیک عرف‌های ناپسند از پسندیده با کارشناس برنامه جناب استاد سید احمد حسینی با شما بحث داشته باشیم و امیدواریم که پروگرام امروزی ما هم مورد توجه شما قرار بگیره و تا پایان برنامه ما همراهی بکنین. حضور جناب استاد در برنامه خوش آمدید عرض می‌کنیم. تشکر. سلامت باشین. در ابتدا می‌خوایم به شنوندگان گرامی ما تعریفی داشته باشین از عرف، که عرف چیه و چه چیزهایی ما مردم ما به نام عرف میشناسن جناب استاد. الحمدلله حمد الشاکرین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المؤمنون والمؤمنات یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. صدق الله العلی العظیم. عرض سلام و حرمت محضر شما و همکاران شما در بخش تکنیکی رادیو محترم باران و همچنین از طریق شما محضر همه شنوندگان عزیز عرض سلام و حرمت و وقت بخیر دارم. امیدوارم که همه از صحت کامل و عافیت برخوردار باشن. در قسمت عرف در قرآن عظیم و شان کلمه معروف به چیزایی میگیم که مورد پسند باشه، هم دین مقدس اسلام رو مورد پسند قرار داده باشه و هم رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم از طریق قرآن، حدیث، سنت و همه جامعه ما و شما و عقل او رو مورد پسند قرار بده. او رو ما به عنوان عرف پسندیده میگیم. آنچه که ناپسند باشه او رو به عنوان رسم و رواج، باورهای غلط و عنعنات ناپسند در شریعت حساب میشه. اما در جامعه ما همه چیز یا میگم سنت های جامعه یا میگم عرف جامعه. اما فرق از این است که عرف به چیزی گفته میشه که معروف باشه، شناخته شده باشه، بله، پسندیده باشه، همه لحاظ دین، همه لحاظ عقل، همه لحاظ اجتماع. اما با آنچه که ناپسند باشه درست است مردم ما عرف میگه، اما ما او را عنعنات ناپسند، باور غلط، رسم و رواج‌های ناپسند او را ما حساب میکنیم. بسیار سپاس. و از این برای دوستا بگین که چند عرف وجود داره در جامعه ما و شما؟ دقیقا در جامعه ما اون چی که در جامعه ما وجود داره ما عنوان فرهنگ خود میپسندیم، قبول داریم. بله. و همونطوری که گفتم ما یک اگر به عنوان ازی که در جامعه ما مشهور شده تمام باورهای مردم یا فرهنگ مردم به عنوان عرف حساب میکنن، اما یک عرف پسندیده، یک عرف ناپسند داریم. همونطوری که قبلا هم گفتم که بله، به ناپسند نباید عرف بگیم. چرا؟ قرآن عظیم شان عرف به عنوان معروف میگه. معروف به معنای شناخته شده و چیزی که نیک است او میگه. باز آنچه که منکره، چیزی که مردم از او بد میبره، ناپسنده و ناجایزه و عقل او رو قبول نداره، او رو منکر میگن. و منکر به عنوان یعنی عرف ناپسندیده یا رسم و رواج‌های ناپسنده که در قرآن عظیم شان طوری که در آیه که من قبلا تلاوت کردم قرآن عظیم شان میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و المؤمنون و المؤمنات، مردها مسلمان و زنهای مسلمان همدیگر امر به معروف یعنی به کارهای پسندیده میکنن و نهی از کارهای منکر، کارهای بد. آنچه که غیر از معروف باشه اون منکره، رسم و رواج ناپسنده، باور غلطه. اما متاسفانه که در جامعه ما اغلباً منکرات جای گرفته که باورها جای دینی گرفته که باید این تفکیک بشه که کجای وضو
باورها ما، کجای اینمی فرهنگ ما با عرف پسندیدی ما واقعا تعلق داره که این امور باید بپذیریم و آنچه که خلاف از است او ناپسند است و خلاف عرف پسندیدی ماست که او دین و شریعت قبول نداره و در خیلی جاها در قرآن عظیم و شان از معروف به نام کار پسندیده نام برده شده. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون علی المنکر. شما بیترین امت ها آورده شدید، یعنی نسبت به امت هایی که در گذشته در انبیاء علیه السلام در گذشته ها بوده، هر پیامبری او مردم دعوت میکرده و شاید در یک زمان چند پیامبر مبعوث شده بود در هر جامعه، در هر ملت یا در هر کشوری، مثلا در هر گوشه از دنیا یک پیامبر بوده. هر کدوم دعوت میکرده بنا به همون کتاب خود، به همون دستوراتی که بنا داده شده بود. اما بعد از اینکه پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبعوث شدن به عنوان خاتم پیامبران که همه پیامبران ختم شد، به پیامبر چیکار شد؟ امت پیامبر صلی الله علیه وسلم به عنوان امت کنتم خیر امت، بهترین امت ها این آورده شدن و هدف از این که یا ویژگی امت چیست؟ اینمیست که تأمرون بالمعروف، اینمو رسالت انبیاء علیه السلام که در گذشته خودشان انجام میدادن، بعد از پیامبر ما امت انجام میده. به همین خاطر این خداوند از این امت ستایش میکنه که بهترین امت ها شما هستید که مردم به کارهای معروف امر میکنید و از کارهای ناپسند باز میدارید. پس مقابل معروف چی میشه؟ منکر میشه. پس کاری که معروف نبود او امور رسم و رواجای ناپسند است که به عنوان منکر در دین مقدس اسلام به حساب میاد. بسیار سپاس جناب استاد. و در جامعه چگونه میتونن عرفهای پسندیده را از ناپسند تفکیک کنیم ما و شما؟ اگر واقعا فهم دینی ما داشته باشیم، معلومات دینی ما بالا بره و یا ما تحقیق کنیم یا از علمای کرام ما بشنویم، خود باخبر بسازیم از اینکه چی چیزای معروفه و چی چیزای منکره، ما دقیقاً سعی میکنیم که به جای اینمو باورهای غلط، رسم و رواجهای ناپسند، همون کاری که معروفه که هم به خیر ماست، هم به دین ما، هم به دنیای ما، هم به دنیا هم به آخرت ما، هم به نفع جامعه ما، همون رو ما میپذیریم. متاسفانه که سطح دانش ما، علم ما پایین است یا یک تعداد اصلا از مسائل دینی کمتر آگاهی داریم یا اگر آگاهی داریم هم به او عمل نمی کنیم، در حالی که اینمو دین مقدس اسلام کاملا مشخص کرده که چی چیزای معروفه و چی چیزای منکره. وقتی که ما گفتیم که آنچه که قرآن و سنت او رو نپذیره او واقعا او منکره، آنچه که مورد تایید باشه معروفه، آنچه که عقل انسان میفهمه که اینمی به ضرر جامعه، به ضرر خود ماست، به ضرر خانواده ماست، به ضرر جامعه ماست، طبیعتا خود ما عقل ما تشخیص میکنه که این منکره، به دنبال منکرات باید نریم. بسیار سپاس. در کشور افغانستان چقدر مردم به عرف و عنعنات پایبندن؟ دقیقا مشکلی که در جامعه ما در افغانستان وجود داره، اگر واقعیت بگیم به عنوان یک مسلمان، بعد ما حقیقتا موضوعات بگیم که هنوز بعضی طرز تفکرهای جاهلیت قبل از اسلام هنوز در بین جامعه ما هست، در حالی که دین او رد کرده، شریعت او رد کرده و او قابل قبول نیست. اینمو رسم و رواجهای ناپسنده. به عنوان مثال میگم در بین جامعه ما کارهایی در ازدواج ها صورت میگیره که بر خلاف شریعت مقدس اسلام است. در مسائل نجات پرستی که به نام قوم و سمت و زبان و این مسائل اگر به این دامن زده میشه، اینها جزی اینمو رسم و رواجهای ناپسندیه که پیامبر صلی الله علیه و سلم ملاک برادری و همبستگی اخوت اسلامی معرفی کردن. آنچه که ما رو با هم پیوند میده چی است؟ خدا، پیامبر، قبله،
قرآن عظیم شان به این چیزا ما پایبند باشیم. هیچگاه تبعیض پیامبر صلی الله علیه وسلم منع کردن و گفتن که رسم و رواج ها یا قوم پرستی ها یا نجات پرستی ها، سمت پرستی ها، زبان پرستی ها، اینا رو ما دفن نکردم. حتی فرمودن که الفتنه نائمتون لعنه الله من غزا. فتنه یعنی همی تبعیض، نجات پرستی، قوم پرستی، این ما دفن نکردم، دفن شد. خدا لعنت کنه کسی که بیدار میکنه. این خواب است کسی که بیدار انگیزه میده از این لحاظ. چون ملاک همبستگی، صمیمیت، برادری چیست؟ اخوت. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی به مدینه منوره رفتن، اولین کاری که برای پیشبرد اهداف اسلام اونها اساس رو گذاشتن چی بود؟ عقد اخوت بستن. با هم برادرین، مهاجر و انصار، هر چی کس، سیاه‌پوست سفیدپوست، هر چی کس، فارسی گم بدنی، عربی گم بدنی، دیگه لسان گم بدنی، عرب و عجم به هم برادرن. لا فرق بین لی عربی علی العجمی ولا لی عجمی علی العربی. هیچ کدوم آدم فرق نداره. شما ببینیم حضرت بلال حبشی که او رو به عنوان انسان نمیشماره عربایی که نجات پرست بودن، اما او مؤذن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلمان فارسی او یک برده در اونجی مشاور پیامبر خدا در جنگ خندق. او میگه یا رسول الله این خندقا رو بکنیم تا ما بتونیم مشرکین ما شکست بدیم و ما نجات پیدا کنیم. طرح حضور قبول میکنه پیامبر و مشوره اینو نیک میدانه و به اساس از او پیروزی نصیب مسلمان ها میشه و او به عنوان مشاور پیامبر که حتی جایگاه از او مال به مدینه منوره، همون جای پای همون یا سنگر از سلمان فارسی به عنوان یک مسجد در اون جگاه نمونه گذاشته شده بعد از 1500 سال. اینا ایست که اونا فقط اون چی که پیش از اونا ملاک برتری چی بود؟ اول همبستگی، برادری، اخوت بود. دوم ملاک برتری تقوا بود. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. دیگه هیچ چیزی پیش از اونا معیار نبود. اما متاسفانه هنوز بعضی رسم و رواج هایی که در جاهلیت بوده، در مسائل ازدواج ها، در مسائل توزیع میراث بین زن و مرد حقوقی دارند که اگه لازم بود بیشتر باز تشریح میکنیم که پای داریم در این راستا. اینا هنوز که هنوز است بعد از 1500 سال که ما به عنوان مسلمان پدر، بابو، اجداد، چند پشت هنوز در بین جامعه ما باقی مونده و اینمو به عنوان یک باور، اینمو فقط حاکمیت داره بر ما و مطابق از اون هم عمل صورت میگیره در حالی که خلاف شریعت است. بسیار سپاس جناب استاد. در کنار از که شما گفتین مردم بیشتر گرایش دارن به سمت عرفای ناپسند، مانند موضوعاتی که شما مثال دادین بحث نژاد و مذهب و ازدواج، دیگه میتونه چی به عرفای ناپسند محسوب بشه داخل جامعه ما؟ طبیعتا در باورهای دیگه هم وجود داره. مثلا در عقد ازدواج، در مراسم مصارف عروسی، به خاطر همچشمی هایی که در بین جامعه ما وجود داره. بله. وقتی که در بین جامعه ما اینمی رسم و رواج ها، همچشمی ها وجود داشته باشه، یک انسان فقیری میخواه ازدواج کنه اما هزینه اینمو مصارف هنگفت مراسم عروسی مانع ازدواج میشه. دختر و پسر در خانه میمانه. بله. اینمی دختر و پسر وقتی که بمانه و سن از اینا بالا بره، شما میفهمید در جامعه چقدر مشکلات بروز میکنه، هم برای او بخش ذکور هم به بخش اوناس. چرا یک رسم رواج هم چشمی بیای مانع اصل ازدواج که یک عقد است و او برای یک انسان حتی به مرحله واجب قرار میگیره، در صورتی که او توانایی داشته باشه و نتونه ازدواج کنه، اینجا مانع ایجاد شه. دقیقاً در اینجا و او مشکلاتی برای او از این که خود نتونه که جلوگیری کنه از فساد اخلاقی و این مانع ازدواج، این رسم و رواج دقیقاً جای دینی است. در مسائل عزاداری یک کسی فوت میکنه، هیچ چیزی در خانه خود نداره، اما متاسفانه که به جای از این که اقوام از او، خویشاوندان از او، دوستان از او بیان مصارف خانه از او مثل زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم باید پرداخت کنن، نان
مصارف خانه حضور، تمام همون خدمت خانه حضور بعد دیگه کس انجام بده، نون از بیرون بره، نون غذا بعد آوردش. متاسفانه اقوام جمع میشه، دار و ندار حضور مصرف میکنن، به سر خود میان مالک، در حالی که بین از اونا اطفال صغیری وجود داره، میان میرن زمین میفروشن، خانه دکان بگیره و میدن، اگر مالی داره پولی داره میرن قرض میکنن، میان مصرف میکنن، ختم قرآن شروع میکنن، فردا این صغیر از مال همون صغیر پرداخت شده، در حالی که این اصل شرعی نداره و چیزی که خود میت وصیت کرده، 1/3 مال خوده، میتونه در غیر از اگه وصیت نکرده کسی حق نداره 5 افغانی از مال همی متوفا مصرف کنه. ولی قوم از او، خیش از او، دوست از او میای به سر خود خو مال همی صغیر مصرف میکنه، مردم هم میایند و خورده میرن، در حالی که اصل شرعی نداره و این جزء رسم و رواج‌های ناپسنده. به همین ترتیب ببینیم در جامعه ما مثلا بگم یک برادر یک خواهر پدرش فوت میکنه، بله. اما باور از اینو اینطوره که به خواهر خود من میراث نمیدم، این ننگیه به ما، آره این برخلاف قرآن. اگر ننگ می بود که خدا نمیگفت که تو حقه، همینطور بتم آره که بخوری مال پدر خود، پس بگذار بیان دیگه مردم استفاده کنن. خب حتی بعضی اوقات میشه که مادر برای همین دختر خود میگه من شیر پستان خود به تو قبل ندارم، اگه تو حق خود برادر خود بستانی، انگوش برو برادر خود نگذار، رابطه سلی رحم قطع نکن. این توصیه بر غلطه، بر رسم و رواج ناپسند، باور غلطه. باید بچه خود باید تاکید کنه که حق خواهر خود بدی، مال تو حلال شه، برکت در مال تو بیه. متاسفانه در امون راه غلط حتی تاکید میکنه و حتی میبینیم که خط میکشه جلو و خط قرمز که به همون دختر خود تهدید میکنه تا مانع گرفتن حق همون، در حالی که او شاید فقیر باشد، محتاج باشد و غیر از این محتاج نیست، حق خود میخواد. حق است، نام خدا را هم حق داره و این خدا تعیین کرده. هر چیزی خداوند کلی گفته، حتی بعضی چیزا مجمل در دین گفته شده، بازور پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث مجتهدین تشریح کرده، اما مسئله میراث خود خدا واضح آشکارا بسیار فیصله بسیار بر حقی که خود خدا تقسیم کرده، حق هر کس بزرگ تعیین کرده که کسی نمیخواد در اون راستا به مشکل مواجه شه. بسیار سپاس جناب استاد. میخوایم از این هم بدانیم که کدام دسته از انسان ها بیشتر گرایش به سمت عرفای ناپسند دارند؟ دقیقا اولا کسایی که آگاهی از دین ندارند، از مسائل حقوقی هم ندارند. ما خیلی مشکلات داریم مال فعلا در خانواده ها. بله. زنها حق خود نمیدانند و بر علاوه مسئولیت خود را نمیدانند که در قبال شوهر چی مسئولیت دارند. اگر حق خود میدانند مسئولیت خود نمیدانند. مردها حق خود را اگر میدانند مسئولیت خود در قبال خانم خود نمیدانند که چی مسئولیتی دارند. آیا خانمشون هم حق داره بر اونا یا نه فقط همه حق بر مردها داده شده. اگر هر دو حق و مسئولیت خود بدانند، همونطوری که در قرآن گفت ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، همونطوری که شما مردا بر خانم‌ها حق داریم، اونا هم بر شما عین شما حق دارن، ولی حقشان متفاوت هست. بیایم حقا رو ببینیم که چی هست. خدا حتی حقوق زن اکثرا حق الزامی واجب و حقوق مرد اکثرا حقوق اخلاقی است. بسیار کم یکی دوتای حقوقی است از مرد بالای زن که الزامی و واجب است، اما هیچ کدوم درست بر مبنای شریعت و قانون حق و مسئولیت خود نمیدانند، تخطی های صورت میگیره. علت داره میجید و به همین خاطر هم تخطی صورت میگیره و تعدادی که باز اونا باسوادن یا میدانن نمیکنن، متاسفانه تأثیرات اینمی جامعه بر اونا تأثیر میگذاره که او همسایه از اونا، محل از اونا، اینمی گوشه کنار از اونا، قوم اینا، فامیل اینا، اینمی طوری یک عمل انجام داده بر همین فامیل تاثیرگذار، همین فامیلی که عالم بوده، همین فامیلی که دانشمند بوده، باسواد بوده، این هم کورکورانه به مراه میبینیم که میره در حالی که میفهمه، خبرم داره در واقعی که امیرایی که او میره برخلاف عرف پسندیده است، برخلاف دستورات شریعت، اما به دنبال اون باور غلطی هم میره.
چون عادت شده دیگه برای جامعه. دقیقاً. جناب استاد، یک عرف ناپسند دیگه که در جامعه ما و شما می‌بینیم که رواج پیدا کرده، بد دادن دخترای. می‌خوایم از دیدگاه اسلام بدانیم که اسلام چی گفته در این راستا، آیا اصل شرعی داره یا نداره؟ در واقع بسیار یک سوال جالب خوبی داشتیم که نیاز مردم ما، جامعه ما، ملت ما هست. اولا دختر و پسر چون ازدواج یک اصل شرعی داره و این یک حق مسلم است که به خودشان داده شده. دختر وقتی که بالغ میشه یا بچه وقتی که به سن کبارت بلوغ میرسه، این حق انتخاب همسر هر کدوم بالخصوص داره. زن یعنی دختری که بالغ میشه او اجازه داره که خودش تصمیم بگیره. پدر و مادر حق مشاوره داره، مشوره بدن، چون دختر در بیرون نیست، در اجتماع نیست، شناخت یک مرد مشکل است. از طریق گوشی و اینترنت و از طریق واتساپ و تلگرام ازدواج ها نتیجه نداده، با آبروی یک دختر بازی میشه. و بالعکس شاید یک بعض اوقات هم که همونطوری که به گفته یکی از روانشناسا که گفته مردها از چشم خود بازی میخورند، زنها از گوش خود که خوش باورن. بنابراین همون مرد و زن با مشوره فامیل خود ازدواج کنه این بهتره. در غیر ازی حق ازدواج به خود زن تعلق داره و به خود مرد. یعنی رضایت دختر در ازدواج رکن ازدواج. رکن معنی ستون. بدون ستون شما سقف غیر از آسمان که به قدرت خدا برپا شده شما دیگه نمیتونیم یک خانه رو بنا کنیم بدون ستون. اصل و اساس ازدواج رضایت دو طرف. ایجاب قبول. ایجاب از طرف کدومک؟ از طرف مثلا شوهر. قبول از طرف کی؟ همسر. و برعکس. پس این برمیگرده به خود دختر و پسر. هیچ کسی حق دخالت در او نداره. کدوم خانم میایه حاضر است که بیایه در مقابل بعدی که شخص قتل کرده باید او قصاص بشه لحاظ شریعت، اما یک انسان رو اینجا قربانی کنه که در خانه اینمون مقتول کشته شده وقتی بره به عنوان قاتل پدر او دماد در خانه از او زندگی کنه و تمام فامیل او مقتول به چشم قاتل به این نگاه کنه و این بتونه زندگی واقعا داشته باشه، در اون زندگی خوشبخت. هیچگاه خداوند جل جلاله طرفدار این نیست و این خلاف دستورات دین مقدس اسلام است. از یک طرف که هیچ کس حق نداره که دختر حتی بدون بعد به شوهر بده و به رضایت خود او باشه. تا وقتی که دختر پدر خود وکیل نکنه او دختر اجازه نداره، پدر حق نداره که به شوهر او بده، مگر ای که میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم میگه که لا تنکح الاییم حتی تستأمروا ولا تنکح البکر حتی تستأذنوا. بیوزن تا امر نمیکنه او کس حق نداره به شوهر بده. دختر باکره که بالغ باشه تا او اجازه نده کسی او حق نداره به شوهر بده. چگونه میتونه پدر رو در مقابل بد بچه از او یک خیانتی کرده بعد او جزا ببینه، تعزیر حدود هر جرمی که مرتکب شده بر اندازه همون جرم بعد او مجازات بشه، اما متاسفانه که او مکافات میشه. و این دختری که بیگناه است باید بره به عشق خود، به علاقه خود، به محبت خود، به اختیار خود، به رضایت کامل خود، به رغبت خود باید شوهر انتخاب کنه. هیچ حق نداره پدر، نمیتونه این کارو بکنه، بعد دختر مخالفت کنه و هیچ عالمی نمیتونه اون نکاح بنده در صورتی که او دختر موافقه نداشته باشه. چی موضوعی بعد چی غیر بعد در بعد خب به هیچ عنوان که از طرف گفتم زندگی از او خراب میکنه و از طرف دیگه برخلاف رضایت او بوده، اون نکاح بدون رضایت دختر صورت نمیگیره. و این جزء اینمو باورای غلطی که در طرز تفکر جاهلیت بوده که به زن هیچ حق نمیدادن، زنده به گور میکردن. عیناً این زنده به گور کردن امو فرزنده که دختر خود در مقابل بد که فساد کرده، امو یکی از اعضای فامیل بچه ازو یا کسی یا برادر ازو، یا ای که قتل ناحق کرده که باید او به جزای خود برسه، یا ای که او طرف میبخشه یا قصاص میشه، یا او مثلا دیت میگیره یا هر کاری که میکنه، یا ای فساد کرده باید حدود شرعی سر از جاری بشه، تعزیر بشه. اما متاسفانه یک انسان قربانی میشه.
و این به هیچ عنوان این کار خلاف شریعت است، اجازه نمیده اسلام. گفتم نه تنها در مقابل بعد، حتی در مقابل بخوشی هم به جای به ازدواج بدون رضایت دختر به شوهر داده نمیشه و پدر و مادر حق مشاوره، یعنی مشوره دارن که مشوره نیکی بزو بدن و حق انتخاب به خود دختر و به خود پسر تعلق. بله جان سپاس. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه میز مدور از رادیو باران هستین و جناب سید احمد حسینی با ما هستند و ارتباط به تفکیک عرف‌های ناپسند از پسندیده هست. انشالله که تا این لحظه از پروگرام ما لذت برده باشین. هرچند جناب استاد بحث‌های دینی بسیار بحث‌های شیرینی است و دوستان دوست دارن که بیشتر بدانن و ما می‌خوایم از این برای دوستا شنوندگان عزیز ما بگین که بعضی از خانواده‌ها مثل پدر مادرها مثلا فرزند از اونها، دختر از اونها دوست داره که پیروی از این عرف‌های ناپسند بکنه، مثلا عروسی مجلل با مثلا به فلان تالار. پدر و مادر چقدر نقش دارن در این راستا که فرزند خود نصیحت بکنن که این عرف ناپسنده، از این کار اشتباهی است که تو میکنی و نباید این کار انجام بدی؟ دقیقاً این برمیگرده به تربیت سالمی که پدر و مادر از ابتدای یعنی طفولیت به طفل خوبت، یعنی چیزایی که پسندیده هست، اون چی که به نفع اوزو هست، اون به نفع دین و دنیای اوزو، باید برای اوزو اون طفلیت برای اوزو عادت. ببینیم پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند به طفل خود به 7 سالگی امر کنی که نماز بخونه. بله. به 10 سالگی حتی تعذیب کنیم، یعنی کوشش کنی که حتما نماز بخون، در حالی که نماز برای اون فرض نیست، عادت دادنه. وقتی شما خیلی کسا میبینین که نماز میخونه اما به دشوری نماز میخونه، چون به کودکی عادت نداشته به طفولیت. خیلی کسایی که حتی میبینیم که یا پدر مادر از برای فعلا برای درست شاید نه، یا خود از در یک مسیر خوبی نیست اما به نماز پایبنده، به خاطری که عادت کرده بوده اما نماز خود به وقت از ادامه بدون از اینکه سلنگری بکنه یا کسل باشه، چون عادت کرد. در این موضوعات فرهنگی کلا بعد دختر از آماده باشه به این که هرچی پدر و مادر میگه. گفتم پیشتر که امیر رسم و رواجای ناپسند، عروسی های گزاف، مصارفی که در تالار صورت میگیره، شما بیایم حد اقل فرض کنید 200 نفر شما نان بدیم، 1 لگ افغانی مصرف میکنیم به تالار، 1 لگ افغانی از یک نفری که او برج فرض کنیم که در همین شرایط کنونی که فقر بیداد میکنه، بیکاری بقیان دامنگیر مردم شده، مردم با مشکلات اقتصادی مواجه، از یک طرف این پول هزینه زیر از کجا تهیه میکنه؟ از راه مشروع. شما فرض کنیم 1 نفر بیخی کارمند دولت، استاد، 10,000 افغانی هم معاش داشته باشه، همین پول تالار به چند وقتی به دست میاره؟ تا 1 سال به دست میاره. اگر او هم کار داشته باشه، به سر کارم باشه، اینمی معاش هم داشته باشه و هیچ مانی هیچی هم از این مصرف نکنه، 1 سال معاش خود بیاره مصارف 1 روز در تالار کنه که او کسایی میخوره که چربی خون داره، فشار داره، وزن بالای داره، نمیخواه بیایه به تالار و مجبور شده. شما رو دعوت کردیم، او هم میخواه که میفهمه که شما از پیش از او آزرده میشیم که به دعوت از او احترام نگذاشتی، از امو جبر میایه، اگر نمیخواه که بیایه، اصلا وقت نداره، او هم میایش 5 ساعت رو شما به تالار میشونیم تا 1 لقمه نان میخوره. بیزار از این میمنی، از این دعوتیه. یک طرف قضیه. دوم همه جانبه یک فکر کنیم. بله. پیامبر صلی الله علیه وسلم ولیمه را سنت دانستند. ولیمه یعنی عروسی. عروسی یعنی چی؟ عروسی یعنی فقیر و غنی خواستن. با کجا در همین تالار یک شخص فقیر دعوت میشه؟ حتی قوم فقیر خود مردم دعوت نمیکنه که او شاید سرکله درست، قیافه درست نداشته باشه، به عنوان قوم از او بیای در کنار از او بشینه. این خلاف شریعت. شما به عروسی دعوت میشیم بریم که او فقیر و غنی در او باشه. اگر اغنیا بود او عروسی خیرات نیست، او همچشمی است، او ریاست، او اصلا هیچ ثواب نداره بلکه گناهکار هم شخص میشه. یک طرف قضیه. دوم همین داماد به 1 سال معاش خور بیاره بده، 1 سال دیگه خود می دختر چگونه زندگی کنه، چی بخوره خود او، چی مصرف کنه. این 2 موضوع. سوم اینمی مانع ازدواج میشه.
مثل ازی که شخص از من پسند میکنه فلانی من میخوام برم به حج برم، حج بر من فرضه، اما من میترسم 1000 نفر از من توقع دارم از اونا جانماز بیارم، به خاطر همین من به حج نمیرم. خب آیا جانماز آوردن و تسبیح آوردن سبب چی میشه؟ جلوگیری از یک ادا، یک فریضی الهی که تو حج نکن. مصارف تالار مانع عروسی میشه که سبب خشونت فامیلی میشه. شما فشار میاریم که اینمی دختر شما باید، داماد شما باید اینمی مصارف برای دختر شما آماده کنه. در کدام تالار؟ باز تالار یک ممکنه برادر شما سرمایه‌دار بوده، به کدام تالاری که از همه بالاتر به امپراتور گرفته، امارات گرفته، اما شما میبینیم یک به دروازه قندهار به یک تالار که بسیار فرسوده میگیریم. خب دختر شما با او دختر برادر شما هم چشمی داره، خب او نشد به اونجی، مگر او هم بیایه چیکار باید زندگی خراب کنه به خاطر از اینکه بتونه اینموتور تالاره، اینموتور مصارف گزاف بیاره برای از او فراهم بسازه، در حالی که زندگی از او در آینده به خرابی مواجه میشه. خشونت در اینجا وجود میاد و همه روزه او دماد به دختر شما چی میگه؟ میگه که دست پدر تو 1 سال گین قرضدارا دم خانه ما میایه، من نمیتونم در مقابل و این رنج میبره. آیا به خاطر یک صرف غذایی برای 1 ساعت که شما بیاین 4 نفر خوردن، اگر خوب بود یک دشنام میدن که چی نان داد، اگر بد بود خدا دشنام بدتر از او که چرا ما رو زحمت داد. آیا همی برای مناسب قبول کنیم؟ ما در یک سفر به کالالامپور به مالزیا رفته بودیم، همزمان همون روز عروسی بود در داخل مسجد، در خانه نکا در مسجد بود. ما 10 نفر به همراه 2 خواهر ما رفته بودیم، به سفر مشاهدتی داشتیم 8 روز در مالزی در کالالامپور. داخل مسجد مدیر مسجد خانومه بود، اجازه گرفتیم که ما به می عروسی ما شرکت میکنیم بریم. با ما 4 نفر اجازه داد، 2 خانم 2 آقا، یکی ما بودیم که رفتیم ببینیم. یک 10 نفر 15 نفر خانوما بودن، یک 10 نفر هم آقایون در اینجا. عالم دین اونجا نشسته بود، عروس و داماد هم رو مقابل همدیگر نشسته بودن. با میک به دست ازو بود، ای خطبه نکار میخوند، ایجاب قبول میکرد، دفترچه نکار امضا میکرد، خانم به آقا میداد، آقا به خانم میداد، با لباس سنتی، با لباس داماد با لباس روحانیت بود. روحانیت از اونو یک کلاه پوست دارن، یک لباس سفید. عروس هم لباس سفید، تمام مقنع و همه چیز با این لباس در اونجی. من پرسان کردیم که یک دسته گل ای بزو داد و یک بسته شیرینی هم میتر در دادن، هر کدام یک دونه گرفتن. ما گفتیم ولیمه چی؟ عروسی؟ گفتم ولیمه ما دیگه مصارف نداریم، امشب یک آبگوشت شوروای جور میکنن در حد 1 کیلو گوشت. همین شوروار هر دو طرف همه خود 2 خانواده میاین در خانه عروس نان میخورن و باز عروس برم بدارن میبرن. ما دیگه مصارف نداریم، در حالی که سرمایه‌دارترین مسلمانای دنیا انمو مسلمانای کالالامپوره و این کلتورشون فرهنگ از اونها می بود که به این قسم. ولی اونایی که سرمایه‌دار بودن یک کار دیگه میکردن، پیش از ازدواج به حج میرفتن. همون داماد و عروس هر دو یک سفر حج میکردن، پس برمیگشتن. به هیچ عنوان مصارف برای جامعه نداشتن که به تالاری کدام دیگه مصارف داشته باشه. همین و با یک دفعه یک دایره میزدن و عروسی ختم. شما ببینیم در مراسم عروسی حتی بچه یک عالم دین وقتی عروسی میکنه، عروس به کجا میبرن؟ با آرایشگاه چقدر مصرف میکنن، با چی لباسی رو بینین میکنن؟ آیا او لباس یک مسلمان است؟ لباس یک سنت است، عرف پسندیده است؟ دامادم به عین ترتیب. پس چرا ما از اون فرهنگ اصیل خود که عرف پسندیده دین ماست که همه مسلمان ها از او پیروی میکنن، ما بیاییم از او پیروی کنیم که دختر ما و بچه ما
یک زندگی خوشبختی بعد از ازدواج داشته باشن که هیچ وقت در بین از اونا کدام حرفی به میان نیاید که کدام مصارفی بر او تحمیل شده باشه یا مانع ازدواج بشه. جهان سپاس جناب استاد. ما از ابتدای برنامه که حالا انتهای برنامه شده روی عرفای ناپسند نمونه‌های خوبی گفتیم. طبعا برای شنوندگان عزیز ما اینا همگی درس است. ما می‌خوایم به عنوان سوالات اخیر برنامه از این برای دوستا بگین که چند نمونه از عرفای پسندیده یادآور بشین. عرفای پسندیده همونطوری که گفتم، کسی آمد که ازدواج کردم، یا رسول الله با کسی گفتگو کردم، گفتم اگر میخوای برو به چشم سر ببین. یعنی لحاظ دین مقدس اسلام به غرض ازدواج دیدن یک دختر خانم مانع نداره، ببینه که به خاطر از این که باز پشیمان نشه. خیلی ازدواج های در کشور ما صورت میگیره اما میبینیم داماد وجود نداره، در اینجا نیست، در غیاب ازدواج صورت میگیره. بعدها که اینا همدیگر خواهم میبینن پس ناخواستگار میشن، این منجر به طلاق میشه. این واقعا بیایم عرف پسندیدی خود بجا کن. علیشانی هایی که در کشور ما صورت میگیره، علیشانی ها اکثر مذاهب، ما علیشانی رو به عنوان چی میگیم؟ این شقار میگن. بله. و پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند که لا شقار فی الاسلام، شقار نیست. از این دلیل میگیرند یک تعداد مذاهب که لا شقار فی الاسلام یعنی روانی ازدواج علیشونی یا موخی که ما و شما رأس داریم. بله بله. اما یک تعداد مثلا مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله جایز میدونه، دو شرط داره که جایز میدونه. سوء استفاده از این مذهب میشه. مثال شرط ازدواج در علیشانی چیست؟ رضایت و مهریه. بله. باید خانم راضی باشه و مهریه هم بزو پرداخت شه. اما میبینیم خیلی در جامعه ما از این سوء استفاده میشه، مهریه هم بزو پرداخت نمیشه. بعض وقتا میبینیم دختر خود شخص علیشانی خودخو میکنه با این که اختلاف سن داره، اصلا اون دختر راضی نیست، اجبار صورت میگیره و این نکاحی نیست از لحاظ شریعت. بیایم عرف پسندیده است که بر مبنای شریعت تمام اختیارات که خدا پیامبر به او دختر و پسر داده، او ازدواج به رضایت کامل از او بیایه، بعد صورت میگیره که هیچ وقت باز اختلاف در بین از اونا وجود نداشته باشه. این حاله سوء استفاده میشه. یک شخصی که اهلیت نداره، یک شخص معتاد، یک شخص قمارباز، یک شخصی که فاسق، الله دینی کاملا به شریعت برابر نیست، او حق نداره که حتی او اختیار صلاحیت زیر نداره که همون دختر را تو رو وکیل خو کنه. چی جایی که او برخلاف وکالت دختر او میره او دختر خود به شوهر میده. بیایم عرف پسندیده است که وقتی ما میراث تقسیم میکنیم بیاین خواهر و برادر و مادر همه جمع کنیم، 5 افغانی در همین موضوع وقتی که در میان میایه بر مبنای دین همون 5 افغانی سر همه تقسیم کنیم که برکتی در همون مال بیایه. قبول کنیم اگر کسی تجربه کرده باشه میراثی که خلاف شریعت توزیع شده به هیچ کس برکت نداشته، همه رفته، یعنی زمان طول نکشیده که همه پس به صفر خورده مفلس شده. اما خیلی کسایی که مال بسیار اندکی داشته مطابق شریعت با عرف پسندیده همه جمع شدن، مطابق شریعت یا عالم دین خواستن بیا امیر به سر ما تقسیم کن، با برکتترین زندگی رو همونا داشتن، با همون اقلی که برای اونا رسیده ولی بسیار یک ثمر نیک از او گرفته بودن. ازدواج بر مبنای اینمو شریعت حق ازدواج، حق انتخاب به مو دختر داده و به هیچ عنوان در مقابل بعد، در مقابل خصومت‌های شخصی، در مقابل علیشانی که رضایت در اون نباشه یا مهریه و حق میراث خواهر خود ما باید ببریم به او تحویل کنیم، نه ای که او رو نمیشه بیای بگه ما همینطور چشم پوش پوت کرده خورده رایی هستیم و این برخلاف شریعت هست. تشکر و سپاس جناب استاد عزیز. هرچند وقت برای ما اجازه نمیده، بحث‌ها بسیار بحث‌های خوبی هست و نیاز جامعه هم هست، نیاز افراد جامعه و شنوندگان عزیز ما که به این موضوعات توجه بیشتر داشته باشند. من حیث سوال آخر پیام شما رو می‌خوایم به شنوندگان که همکنون آواز ما و شما را از دریچه رادیو باران میشنوند بشنویم. من حیث یک عالم دین که چی پیام دارین برای دوستا به عنوان آخرین سوال؟ پیام ما است که توصیه دوستانه و حقیرانه برادر خود باید بپذیرند که بیایم
پاسخگوی نیازمندی های بشریت دین مقدس اسلام است. اسلام هیچ جای باقی نگذاشته، خالی نگذاشته، برای از او گفتنی های داره، توصیه های داره. بر مبنای دین باید ما رفتار کنیم در مسائل ازدواج، در مسائل توزیع میراث به شکل عادلانه، در قسمت اعطای مهریه به خود دختر خانم، خواهر ماست، اگر دختر ماست، اگر هر کس که هست به خود از او پرداخت کنیم. در قسمت بیوه ها که فراموش میشد در ابتدا که قرآن عظیم شان میفرمای ولا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، حلال نیست بر شما، حرام است که زن وقتی شوهر میموره باز برادر از اون بگه این بیوه ماست. بیوه یعنی چی؟ جای در دین نداره، این خلاف دین است. بیایم این بارای غلط از دین دور بسازیم. بیوه وقتی که شوهر از او فوت میکنه کاملا نوع اختیار کامل داره، نه پدر اختیار داره، نه همون فامیل شوهر داره که قبلا شوهری فوت شده اختیار داره و او کاملا مخیر در این راستا در انتخاب. اگر او به انتخاب خود کسی رو گرفت، ولو برادر شوهر خود را به انتخاب خود گرفت به رضایت خود، مانعی نداره علاوه دین، اما بر او هیچ چیز تحمیل نشه. پس بیایم مراسم های خوشی خور با شریعت برابر کنیم. آیا اگر ما مثل ازی که یک کسی میخواه به حج بره، بیایم چون موسم حج است کسایی میرن، بیایم همین چیزی که ما این ختم قرآن میکنیم، ختم قرآن جز مناسک حج نیه، همین برنج و روغن بخریم ببریم در خانه 20 نفر 50 نفر فقیری که در محل ماست که مر بیداد میکنه فقر، ببریم شب در خانه بگیم این کسی برنج خودی روغن شما مصرف کن، تا روزی که میایم به حق شما ادعا میکنه خرج مصرف خانه زمینی یک بعد غذایی که یک نفر با همه مشکلات بیای او بخوره. بیایم اگر ما ختم قرآن شریف داریم، همین بیایم برنج و روغن و مواد بخریم یا پول ببریم به مو فقرای محل خود، قوم خود، خیش ما، هر کس که هست فقیره، برای از اونا توزیع کنیم. فقط خدا بدانه، ما کسی نفهمه در دیگه کشورها عین کار صورت میگیره. بیایم این همه کار خود بر مبنای شریعت، غم و شادی خود، همه عبادات خود به شریعت برابر سازیم تا خداوند بر ما رحم کنه و این مشکلاتی که دامنگیر مردم ماست، فقر است، بیکاری است، مشکلات است، همینا خدا دور بسازه تا ما همگی خوشبخت باشیم. آیا اگر یک نفر خوشبخت باشه در کنار ما، همسایه ما، قوم ما، اگر او به بدبختی زندگی میکنه، به فقر و بیچارگی زندگی میکنه، آیا ما از زندگی چگونه ما لذت میبریم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که به امور مسلمان‌ها، به رنج مسلمان‌ها خود شریک نمیدانه او مسلمان کامل نیست. بیایم پس ما به عنوان مسلمان کامل در غم و شادی مردم، همونطوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگه مسلمان ها مثل یک جسدن که یک عضوی از وجود از اونو به درد میاد، تمام وجود از اونها ناآرام است. بیایم به خاطر دیگه مسلمان هایی که به مشکلات مواجهن ما هم امور رنج از اونها رو درک کنیم و ما هم ناآرام باشیم تا ما مسلمان کامل باشیم. بسیار بسیار تشکر و سپاس. شنوندگان گرامی، شما شنونده برنامه میز مدور از رادیو باران بودین و یک بار دیگر تشکر و سپاس از جناب استاد سید احمد حسینی عالم دین که در برنامه حضور پیدا کردند و ارتباط به تفکیک عرف‌های ناپسند از پسندیده صحبت‌های داشتیم. ان شاءالله که پروگرام ما برای شما موثر تمام شده باشه. تا برنامه بعدی که در خدمت شما قرار میگیریم، یک و یک شما رو خداوند پاک و بی‌نیاز امانت میکنیم. الله حافظ و مددگار تک تک شما. میز مدور، بازتاب دهنده موضوعات مهم سیاسی و اجتماعی با حضور کارشناسان امور. بحث روی مشکلات زنان، اطفال و ناهنجاری های جامعه. میز مدور را از رادیو باران شنونده باشید.